گم شدن در روسیه و پیدا شدن در تاجیکستان، آن هم در بازداشتگاه. حادثه‌ای که سالهای اخیر به یک روش دائمی تبدیل شده است و اخیراً با فعالان و مهاجران حامی مهاجران عزت امان و روحانی تاجیک سید نورالدین رازقوف روی داده است. در گذشته عین کار با یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و محمد روزی اسکندرов رئیس پیشین حزب دموکرات، مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، شابودین بدل فعال گروه بسیار و چند دیگر نیز اتفاق افتاده بود. چند دیگر هم از چنین سرنوشت نجات یافتند، مانند عبدالملک عبدالجانوف سروزیر پیشین تاجیکستان. این روند چی است؟ چرا ادامه دارد و چی تأثیری به مهاجران تاجیک در روسیه و بیرون از آن گذاشته است و حکومت تاجیکستان از این چی برد میکند؟ موضوع امروزه گپ آزاد. مهمانان ما مهدی صابر، کارشناس مسائل حربی، و فرهاد آدینایف، یک حامی حقوق مهاجران در اروپا که به خود او هم استرداد مخفی به تاجیکستان تهدید کرده بود. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. خب این چی است؟ قبل از آغاز صحبتمون یک پاره صحبت سید نورالدین رازقوف را میشنویم که چگونه او را به تاجیکستان بردند یا به اصطلاح خودش او را ربودند. 24 بود ماه مرد از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یگان حجت، یک جا شب محل شدیم، روزانه 25 منه با عملیات شنونده روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه گرم. خب ما این حرفا را شنیدیم. اکنون یعنی دزدیدن و بردن یا روش قانونی یعنی چی است؟ جناب مهدی صابر، از شما شروع میکنیم. مرحمت، نظر شما در رابطه به این صحبت چی بود؟ وقتی که در جامعه نافهمی ها به عمل میآیند، خطرها به عمل میآیند، دولت مجبور است که همیشه برای بی‌خطری اهالیش، برای مردمش از همه چاره‌ها کار بگیرد، حتی آزادی‌های انسان‌ها را کمتر کند و چاره‌های امنیتی را زیادتر کند. چون وقت‌های اخیر ما ببینیم که در روسیه هم خیلی گروه‌های بسیار پیدا شدند که اونها همیشه با انتقاد از جمهوری تاجیکستان گام میزنند و مردم را به تظاهرات دعوت میکنند. البته وظیفه دولت تاجیکستان از آن بوده است که به خطری اهالی خود را تامین نماید. از این رو با کارهای دست میزنند که اینها تنها به مقصد به خطری هستند. از جمله من همین ربوده شدن عزت امان و ربوده شدن یک ایشانی یا یک داملای تاجیک و ایمان خطیبی از ولایت سویلوی روسیه که شهروندی روسیه داشتن هر دو. اگر ما بگیم که در اینجا خطایی هست از نظر قانونی، بله خطا هستند، چون که ما باید که پیش از آن که یک انسان رو مثلا بازداشت کنیم یا که اون رو با شعبه کارهای داخلی و با امنیت جهاز داریم، حتما باید که ما خویش سوار اون کسا آگاه کنیم و او ما باید دعوتنامه کنیم. در اساس دعوتنامه باید دارن که همین آدم یعنی خویش اونها در کجا هست. که وقتی که ما میبینیم از پس در جه میزنیم در سر او خلطه میکشیم و او رو میبریم به جای نامعلوم و بعد ما او رو شهروندیش رو بیکار میکنیم و بعد 24 ساعت در وطن در تاجیکستان پیدا میشد. این خلاف قانون است. جناب آدینایف، نظر شما به حرفای مهدی صابر چی است؟ شما راضی هستید؟ شما چی میگویید؟ مرحبا. سلام به بینندگان رادیو آزادی. اگه مهدی یک چیز رو خوب قید کردن که بعضی عملهاشون غیر قانونی است. من در این قضیه چی گفتنیم؟ ببینید وقتی که ایشان را از سیرلوفسکی اوبلاست میدزدند، چی حالت بود پیش از این؟ پیش از این ایشان رو شهروندیش بیکار کردن و پیوندان ایشان گفتن که سودی سیرلوفسکی اوبلاست قرار برای که ایشان شهروندیش برقرار کرده شده و حجتاش برگردونده شود. ولی در عمل میبینیم که وقتی که حکومت میبیند که از راه قانونی این کار اجرا کردن نمیتوند، بعد میرن جنایت صادر میکنن، یعنی آدم رو میدزدن. اونم این جنایت وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برده میشد، این جنایت بین المللی حساب میشه. مثل همین که قضیه که ایزه حالا در قضیه ایشان چیزای معلوم است، ما میدونیم که اون رو خب دزدیدن و خودش هم اقرار است
اون در آزادی است، ولی در قضیه ایزد ناروشنی و بسیار است. کی او رو بازداشت کرد؟ چگونه او رو کدام روز اون رو به تاجیکستان انتقال دادن؟ یعنی که او رو روز 25 با بهشین یک جای آوردن و آیا در حقیقت شهروندی ایزد همون بیکار شده است؟ ببینید عین همین مسئله، یعنی که شهروندی ایزد امان یا که ایشان سید نورالدین رو مقامات روسیه خوب که بیکار کردن، ولی با تقاضایی که با طلبی کدوم طرف این کار صورت میگیرن و چرا یا که شاید از طرف خودی روسیه که شهروندی خودی شهروند خودش رو بیکار میکند، اینها چی معنا دارن؟ ببینید این یک چیزی معمولی است. در قضیه ایزد همون معلوم است که این از طرف تاجیکستان را اندازی شده است. من 100% باوری دارم که این با مقامات های روس هماهنگی شده، در یک جایگی او را دزدیدن. ولی در قضیه ایشان سید نورالدین یا که مثلا ما یک پیشتر هم داشتیم بختیار عثمانوف، قضیه اینها از طرف روسیه دیده شده است. یعنی حکومت روسیه به طور مثلا MVD روسیه شهروندی اون رو بیکار میکند و اونها حق پیدا میکنن که در سود این رو ببینن. در قضیه سید نورالدین و در قضیه بختیار عثمانوف هر دو سود رو بریدن، ولی در قضیه بختیار عثمانوف که قضیه بیتوای است اون رو چون شهروندیش رو برقرار کردن بود، ولی قضیه ایشون سید نورالدین که از طرف مقامات روس تحریزی شده بود اون رو با یاردم تاجیکستان برگردوندن به تاجیکستان. ببینید یعنی به صورت عموم این همکاری پنهانی مقامات روسیه و تاجیکستان به این نتیجه انجام میده است که رسما نه یک شهروندی روسیه بلکه تاجیکستان به دوشنبه برده شده است. همین طور؟ بله 100% این درست است. این همش با چون قضیه پیشتر این فاکتور رو بیشتر معلوم میکنند. ببینید مقصود ابراهیموف چنین دزدیده شد، خب کرامت شریف همین خیل شد. خب ما یک قضیه دیگر داریم قدم اسمتوف که اون متاسفانه راه اندازی کرده نشد چون توانستن او رو در روسیه حفظ کنند، حامیای حقوق داشت. این هم نفرها نشان می‌دهد که این همه حادثه نشان می‌دهد که تاجیکستان در بعضی وقت‌ها بیشتر زاینترسونی است، یعنی بیشتر تقاضا داره که برای مثل ایزد باید برگزار شود، باید کرامت خلق کند، دیگر گپ نزند. نمیدونم باید مقصود ابراهیموف دیگر جوانان رو به میتینگ دعوت نکند. تشکر. جناب مهدی صابر، شما به این حرف‌های اودینایف چی نظر دارید؟ مرحبا. پیش از همه چون من گفتم ما در روسیه بعضا تا 1 میلیون مهاجر داریم، بعضا 1.5 میلیون مهاجر داریم و باید که در اینجا سفارت هست، کنسولگری ها هست، اینا از نهادهایی هستن که از طرف دولت در اینجا تعیین شدن، باید که حرف اول رو در روسیه باید همین ها بگویند. اون چه که نه حکومت میخواد باید همین باشد. متاسفانه در روسیه پرابلم خیلی زیاد است و این کنسولگری ها و سفارت ها نمیتونن که مثلا همه رو زیر نظارت داشته باشن و پرابلم که سر مردم باید از بین خیلی مردم لیدرهای خودجوش پیش میبرند، لیدرهایی که اونها مثلا مردم با اونها اعتماد دارن و اونها سخنرانی زیاد میگوین و اونها مثلا تمام اون مسائلی که در بین مهاجران به عمل میاد اونها رو مثلا رسانه‌ای میکنن، با مطبوعات میرسونن، از حکومت‌های روسیه از تاجیکستان طلب میکنن که این مثلا نه به روسیه میفرده نه به تاجیکستان میفرده. برای همین هم با اون نفرانی که مثلا با مثل کرامت شریف بودن و با مثل ایزد امان بودن، اینها نفرانی بودن که باید که از همون دایره که همچون مثلا لیدرهای مثلا خودجوشی بین مهاجر هستن باید اونها صدا نشناسایی بلند کنن که اونها مثلا از دایره همون جمعیت توجیهی که در هم محلها هستن باید بیرون باشه. اگر در همین اندازه باشه با اونها هیچ نمیشه که وقتی که اونها از کنسولگری بیرون میرون، وقتی اونها از سفارت بیرون میرون و فعالیت اونها فعالیت سفارت رو زیر سایه میبرد، اون وقت اینها میخوان که حکومت ها میخوان که چاره بینن تا که همه چیز رو در جامعه امروزه روسیه پس کنن. من سبب اصل در همین ببینید آیا مقامات انتظامی دو کشور تاجیکستان و روسیه با راه قانونی میتوانستند همین سید نورالدین رازق و یا ایزد امان رو به تاجیکستان انتقال دهند؟ در چنین حالت‌ها قانون‌ها چی میگویند؟
نه تنها ترکستان بلکه روسیه با تمام کشورهای سابق شوروی علاوه بر کشورهای آسیای مرکزی شهرنامه دارن، شهرنامه‌های خیلی قوی دارن و موقع این شهرنامه اونا میتونن که دلخواه آدم وای خود گناهکار است، بیگناه است برای تفتیش دعوت کنن و او تنها باید که اونها یک دعوتنامه تیان امور اشتباهی رو رفیقای اوگاه کنن برن و مثلا معاین کنن و بگیرن در سود معاین کنن که همین گناهکار است. اگر شهروندی واقعا اگر سود بیکار کنند هم وقت میتونن که گرفته اونا مثلا با دیگر دولت انتقال بدن. تشکر جناب آدینایف. مرحمت. در همین سوال من جواب مرحمت بفرمایید. من در این فکرم که حکومت نه حکومت روسیه با همه قدرتش و نه تاجیکستان روی قانونی اینو عملی کردن نمیتونه. برای چی؟ من یک مثال زنده داریم قدم اسمت یکی از کاربران فیسبوک یعنی یک فعال جامعه اون وقتی شهروندش بیکار کردن اول اونم شهروندش بیکار کردن اون رفت داد سود به سود مراجعه کرد سود رو برید و سود نگذاشت که قدم اسمتوف رو به تاجیکستان ببرد. این از روی قانونی است. اگر از روی قانونی بودن تاجیکستان نمیتونه و روسیه هم نمیتونه چون شهروند روسیه رو قانونهای روسیه داخل روسیه محافظت میکنند و باز قانونهای بین المللی است که اونها رو محافظت میکنند. وقتی این امکان ندارد از روی قانونی است. تشکر. ببینید پرویز مولاجانوف کارشناس شناختی تاجیک گفته است که اگر به تاجیکستان بردن عزت امان کار مقامات تاجیکستان بود پس کار نادرست بود چون او به قدر توانش به مهاجران کمک میرساند و دولت باید در این کار دست او را میگرفت کمک میکرد شرایط درستتر فراهم می آورد. نظر شما مهدی صابر در رابطه به این چی است؟ واقعا عزت امانوف یک شخصیت بسیار شریف است، یک انسان بسیار هم مهربان است، یک انسان دلیر جسور است. من در اون مرکز تخصص استراتژی پرزنت کار میکردم همون گاهی که میرفت و همون نزدی مثلا بچهای ما صحبت میکرد و چند مرتبه اگر از همین روسیه شرانده تاجیکستان با من شخصا مراجعه کرده باشه که در این یوم پرابلم در موندم من به عزت امان مثلا مراجعه کردم های مسئله ها رو عزت امان در همین خود یاکوتیا و در همین سیبیر در همین جاها مثلا آدم فرستاد حل کرد که این باعث دستگیری است و واقعا هم یک لیدر یک پیشوای مهاجرین تاجیک بود و این که او را گرفتن و بردن واقعا همین شرقی پرویز مولاجانوف بوده است. این یک خطای محض بود. باید که این آدم رو طرفداری میکردن این آدم رو در همین نهادهایی که مثلا اینجا در تاجیکستان چقدر کنسولگری ها هست چقدر جاهای کار است باید همین خیلی آدم‌ها کار بیان که به مردم اینا کار کنن و اینا دانش بلند هم داشتن نوزاد فن‌های سیاست شناسی بودن اکادمی دیپلماتی رو ختم کردن ولی امروز میگه که در همین نهادها آدم‌های کار میکنن که تماما و ها از همین کوچه دیپلمات گذشتگی نیستن و باروهای گوناگون میگن من بعد همین خیلی وضعیت هم مرکب میکنن. ما باید خود حکومت تاجیکستان همین بعد همین با یک خلاصه بیاد و بهترین نفرانی که دانشمند هستن آدمانی هستن که زباندار هستن او میگن که سفیر باید که نفری باشد که وای دانشمند باشد توانا باشد سخنگو باشد باید همین آدم ها باید به همین وظیفه گذاشته شوند. از جمله همین عزت امان یک نفری بود که همین خواسته های مهاجران را در همین یک نهاد دولتی در همین روسیه کار میکرد برابر کردن میتوانست. حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یعنی این طرز یعنی به این شیوه انتقال یا که ربوده شدن شهروند یعنی این به معنای است که با وجود داشتن شهروندی روسیه امنیت شما در داخل این کشور کفالت ندارد و حتی با مساعدت مقامات خودی همین دولت انسان ربوده می شود. شما جناب آدینایف به این مسئله چی نظر دارید؟ آقای میرزا ببینید منم شهروندی روسیه را دارم. منم دو شهروندی دارم. شهروندی روسیه هستم. با نظر داشتم که من شهروندی روسیه من در بلاروس بازداشت شدم. من 43 روز در زندان بودم و خدا را شکر که من آزاد شدم و اومدم اروپا. من شهروندی روسیه دارم. از گنرال پروکراتور روسیه درخواست کردم از فیسبوک روسیه درخواست کردم که مرا از بازجویی جنایی بازپس بگیرید که من برگردم به خانه و در خودم پیش فرزندم. ولی روسیه گفت ما نمیتونیم چون ما شما رو با بازجویی ندادیم که اون رو بیکار بگیریم از بین بگیریم. و خاطر همین مثل من صدها نفر است که در بازپرسی است و اونها علاج دیگر رسما کار کردن نمیتونن
یعنی خیلی مشکلات زیاد دارن از حسابی که تاجیکستان تقاضای دارد که اونو باید که کارهای سیاسی یا اجتماعی نکنند. و من در این چند روز اخیری که این حادثه روی داد و بچه‌هایی که میتینگ بر اومدن با اونها صحبت کردم و با اون شهروندایی که صحبت میکنم، اکثر آنها میگن که من بیشتر از اون خیف دارم که در تاجیکستان میآیند خونمون و ضرری یعنی ضرری روحی میاندازن با پدر و مادر، چگونه فشار میارن بالای پدر و مادرشون. پدر و مادر اونها میگه که فرزند تو به گروه فلان گروه 24 پیمان با دیگهش خوش شده است و اون تروریست است. برای مثال برای پدر و مادرای ما که اکثر دورای شوروی هستن، میگه آقای مهدی میاد اگر بیان پیش شما بگن که فرزند شما تروریست است، شما خود رو چگونه احساس میکنید؟ این خیلی برای اونها یک روانی سخت میتیاد. در تاجیکستان متاسفانه نه فقط به مهاجران این ضرر روانی میته، این باز فشارهای روانی به خانواده ها هم تاثیر کرده. خیلی این یک پرابلم بسیار از کلان است. ما همین چند سال اخیر ببینیم چند خودکشی ها و این خانواده چقدر زیاد شده است. زنها با کودکان خودکشی میکنن. این همش عملگوی چی است؟ این عملگوی است که جامعه ما رواناً خیلی ضعیف است. خیلی بالای جامعه روانی تاثیر گذاشته است. ببینید حالا در ارتباط به حرفای شما جناب مهدی صابر، تقریبا 1 سال است در روسیه شما زندگی دارید و تلاش دارید شهروندی روسیه رو دریافت کنید. با پیش آمدن چنین حالت‌ها چی فکر میکنید؟ یعنی که باور دارید که شهروندی میگیرید و اگر شهروندی گیرید واقعا شما دیگه خاطرتون جمع میشد؟ در این باره شما فکر کردید؟ پیش از همه من برنده فرهنگ و زبان و تمدن فارس و تاجیک هستم. برای همین هم من هنوز سالهای 2005 بود که به سفارت روسیه مواجه شدن یک گروه آدمای حربیه گفتن که شما من مورخل کردیم برید به فلان شهر روسیه شهروندی قبول کنید، چون شهروندی روسیه را پدر و مادر فقط میتونن که در روسیه دریافت کنن. ولی من نآمدم و از سال 2005 در تاجیکستان کار کردم در دوره‌های وزین‌ترین که به سر ما فلاکت‌های بسیار بود که تمام مثلا همدیاران من تاجیکستان ترک کردن، من ترک نکردم، من کار میکردم و وقتی اخیر همین خیلی آمد که دیگر مثلا من 10 فرزند دارم، من قریب 30 تا نویره دارم، یگان نفری ما در تاجیکستان مثلا کار پیدا نکردیم و من برای آینده نیکی فرزندان خودم من به روسیه اومدم. الکی 2 نفر فرزند من که در اینجا دانشگاه رو خدمت کردن شهروند گرفتم و من حاضرم آماده نبودم، لیکن در موقع همون برنامه مهاجرت من رو داخل کردم و من بلیط گرفتم و من مجبور من رو به روسیه آوردم و من در روسیه آمدم و من از پای کار در سنی مثلا از 60 بالا، این برای هر یک آدم مثلا در شرایط سیبیر و یکوتیا و مثلا زمین های نو نیجمه توسی بعد این جوهای خنک عادت کردن کار کردن و این سور رسیدن بسیار دشوار است. نه درست است ولی شما به سوال ما پاسخ دید که حالا که ببینید با این شهروندای تاجیکستان چنین حالت پیش آمد که شهروندی روسیه داشتن ولی بعد تاجیکستان استرداد یعنی که اوکی ربوده برده شدن. شما با دریافت شهروندی روسیه فکر میکنید که دیگر همچون شهروندی روسیه در روسیه خاطرتون جمع است؟ ما دیگر با یگان کارهای دیگر سر کار نداریم. ما این عمری ما هم خیلی به جای رسیده است. ما میتونیم که اگر شهروندی روسیه که هسته ما آرام و آسوده ما زندگی میکنیم، ما از خانه بیرون نمیریم و بیشتر کارهای مثلا سیاسی و مثلا فرهنگی و دیگر کارها سر کار نداریم. در اینجا کسی ما رو نمیشناسه که ما کی هستیم. ما هم زندگی آرام داریم چون که ما از همه عالم آدم کنده شدگی هستیم و در یک گوشه خیلی هم دور و برفین و خنکین یخینی روسیه زندگی میکنیم و به هیچ کس علاقه و رابطه نداریم که مثلا ما زیر مثلا نظارت نهادهای روسیه باشیم یا کاری رو انجام دهیم که اون مثل و در مقابل مثلا همون خواستهای روسیه باشد. جناب آدینایف نظر شما چی است این حالت هایی که پیش آمده است؟ یعنی منظورم با عزت امان و ایشانی سید نورالدین از نگاه روانی به مهاجران در روسیه و حتی در اروپا چی تاثیر گذاشته است؟ میخواستم در این باره تاثیر دارد ولی من میخوام اول با آقای مهدی یک چیز بگم که با گفت ما یعنی که ما باید تاجیکستانی و تاجیک هست که از تاجیکستان هست اومدیم روسیه باید فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی نکنیم، باید خاموش بنشینیم. پس شهروندی روسیه چی کاره برای شما؟ خب دیگر برید هم بهش زندگی کنید.
نخوش ما بهش تمامه بیاد یک کشوری خنک و سرد زندگی کنید. این اصلا غلط است، کلا نادرست است که اومد که شهروندی گرفته. شما تمام حقوقهای شهروندی روسیه را دارید، چرا شما باید خاموش بایستید و کمبودی ها رو وقتی دیدید نگویید؟ این اصلا نادرست است. از روی این منطق شما فقط به خاطر هم پنسه شما دادید خلاص. این من اصلا قبول ندارم این چونین طرز شهروندی گیری رو و این نادرست هم است. تشکر. آیا واقعا مقامات هر دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان در همین مسئله ربودن یا استرداد و اخراج دیگران یعنی که همکاری میکنن و این همکاریشون چی است جناب اودینایف؟ و بله و در عوض چی این کارو میکنن اینها؟ امینه میخواستم شما میگفتید. بله میکنن. این دیگر معلوم است که بین کشورهای آسیای میانه و روسیه سندهای امضا رسیده است بین MVD روسیه و MVD تاجیکستان. ببینید ولی از روی قانون این رو استفاده برده نمیتونن، چون قانون‌های بین المللی باز میتواند شهروندان رو محافظت کنند، ولی اونا این رو کنار میگذارن، آبروی خود رو در حیثیت بین المللی کنار میگذارن و میگذارن با راه‌های غیر قانونی. جناب مهدی صابرکان به شما میخوایم برگردیم. یعنی با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج یعنی شهروندان از طرف مقامات تاجیکستان، یعنی مقامات تاجیکستان چی پیامی به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی است با این شیوه برخورد؟ چی نظر دارید شما؟ این فعالیت‌هایی که ارگان‌های حزب حقوقی تاجیکستان میکنند اینها تنها به مثل یک دامی هستند که حکومت رو به یک گرداب گرفتار میکنند. به یک گرداب ممکن مردم امروز مثلا بینه که در کوچه‌های روسیه ریختن مهاجرین تاجیک. من همین روز خواستم در همین شهر ما ببینید که در همین بینای فرهنگی تاجیکستان مثلا استعفا نیستن. این در روسیه که این مثلا یگان داخلی مثلا به همون با کارهای تاجیکستان ندارد و در اینجا مردم من جمع شدن زیاده از 100 نفر که ما میخوایم که یک نمایش کنیم و ما گفتیم برادرای نمایشی که در اینجا میکنیم در اینجا و گوش هیچ کس نمیرسد. بهتر اون است که ما خیر انتظار کنیم چی میشود و همه این به اون آدم میرسوند که شهروندای تاجیکستان با دو گروه جدا میشن، با گروه حکومتی و با گروه مخالفین. اینها چیزی که سال 1992 اگر در داشته باشه سال 1992 بود، ژورنالیست حکومتی بود، ژورنالیستی در اپوزیسیون بود، خوب سیاستمدار حکومتی بود، سیاستمدار اپوزیسیون بود و در اخیر در کشور به جان کشیدن. من همین یک زینه ها و یک همین زینه به زینه آهسته قدم به قدم من همین ملت ترکیه بود به همون جنگ بود به همون نافهمی ها رسیده است. برای همین باید که هر چیز زودتر به این سو خاتمه بدیم. با چنین شیوه یعنی ربودن و اخراج مقامات تاجیکستان یعنی شهروندان را چی پیام به مهاجران دیگراندیش و شهروندانی که در خارج کشور به سر میبرند دادنی هست این مقامات تاجیکستان؟ شما به این چی میگویید؟ من در این سوال پاسخ معلوم است، چون تاجیکستان میخواهد از زور بودن قدرت خود را نشان بدهد و شهرونداش میخواهد بفهماند که شما اگر ضدی هستید، مخالف حکومت هستید، دست حکومت دراز است. با نظر داشتیم که شهروندی روسیه را دارید، ما شما را میتوانیم بیاریم هر کجایی نباشید. از زورآوری یعنی زور بدن خود را نشان میدهد که این خیلی پیامدهای ناخوب دارد. ببینید جامعه یک روز نه یک روز ما مشاهده کردیم که روز تا روز هر چند حکومت فشار رو زیاد میارد، یعنی زکروچ باید میکند گایکورا تا اون مخالفان عادی زیاد میشن. مردم امروز هزارها نفر با عکسی آشکارای خود صحبت میکنن، نترسیدن، عزیزت امان آشکارا محافظت میکنن، یعنی نظر خودشون آشکارا میگن. دیگر نمیشد که همه این هزار و چند هزار نفری که بازی مخالف است از روسیه و اروپا زورش هم نمیرسد و پولش هم نمیرسد، همه اینها رو به تاجیکستان بردن. اگر همین پیشنهاد باشد من باید یک پیشنهاد کنم که چون پرزیدنت کشور رئیس تاجیکستان دنیا هست باید برای او هر یک تاجیک عزیز باشد. شما باید بگویید که مثلا در خراسان یک ریولوشن شد وقتی که مردم نزد کاخ رئیس جمهوری قرقیزستان جمع اومدن خواستن که سلاح گیرن و این پرزیدنت سوینبوی بود برای من گفت که برادران
یک قطره خون شما به همین و این وظیفه ما با یک قطره خون شما ارزش ندارد و او وظیفه را ترک کرده رفت. برای همین نباید که رهبران تاجیک ما هم یک فکر کنن، اندیشه کنن، چون وقتی که پرزیدنت رئیس تاجیکستان جهان است باید که برای او هر یک تاجیک در روی دنیا عزیز باشد و کاری کنه که مردم را به وحدت بیارد. برای من این سال 30 سالگی جشن وحدت استقلال تاجیکستان است. در همین استقلالیت ما باید که همه را سرجم کنیم. ما باید که مردم را متحد کنیم به وحدت بیاریم. تنها برای تشکر. حالا من تنها برای آن که هر یک جوان تاجیک تواند که خودش ساخته بتواند، نه اینکه همین با پریکاز فقط قوم آدمای یک قوم یک گروه خودش ساخته در وظیفه باشند. باید یک جوان تاجیک دیپوتات شود برای اوسی، باید یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ولایت شود، یک ناحیه شود، باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود. این یعنی از روی همون قانون‌های عملکننده یک جامعه دموکراتی. اون وقت ما باید چی میرسیم؟ بله، یعنی که تشکر. این یک پیشنهاد شما یعنی که به مسئله حل همین پرابلم‌ها هست. جناب اودینف، نظر شما چی است؟ این مسئله راه حل داره؟ چی پیشنهاد دارید شما؟ مرحمت. راه حل یگانه اینو من در میبینم که حکومت باید عقل‌های سالم در حکومت باید کار کنن. یعنی که باید که پیشنهادایی کنن به رئیس جمهور که امروز وقتی آن رسیده است که به مطبوعات آزادی بدیم و به حزب‌های سیاسی یک آزادی ها فراهم بیاریم، به تاجران یک آزادی های تجارتی بدیم و از همه مهمش به دیگر اندیشان یک روش دیگر، یک رفتار دیگر کنیم. و وقتی اون رسیده است که طرف حکومت باید با یک میز مکالمه با اپوزیسیون بشیند و باید سری مسئله چگونه از این ورطه اقتصادی و اجتماعی که تاجیکستان آزاد فرا گرفته است این رو بیرون کنیم. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، این برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یعنی برنامه گپی آزاد رو به پایان میبریم. مهمانان ما مهدی صابر، کارشناس مسائل حربی، و فرهاد اودینایف، یک حامی مهاجران در اروپا بود، و من میرزا نبی خالقزاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.